به نام خدا. سلام. میخوام در 1 دقیقه یک نکته از عربی پایه هفتم رو به شما بگم. با من همراه باش. خب اگر به صفحه 18 کتاب درس نگاه کنی، یک بحثی تحت عنوان حرکت و تنوین رو میاد میگه. حرکت در عربی 4 تاست: فتحه، کسره، ضمه و سکون. تنوین 3 تاست که میگم اسمشون چیه و چه فرقی با هم دیگه دارن این حرکت و تنوین. فتحه که تو عربی میگیم همون ای فارسیه که بالای خط نوشته میشه. کسره در عربی همون ای فارسیه که زیر خط نمیشه. ضمه در عربی همون او در فارسیه که به شکلی که واو کوچیک نمیشه نوشته میشه. سکون هم به شکل یک دایره کوچیک نوشته میشه. این حرکت ها بود که 4 تا بود. تنوین ها رو بخوان توی تلفظ، یعنی توی کلمات یا توی جملات بگن، اینطوری میگن ان و اون. چیزی به نام تنوین سکون نداریم. این اولین فرق تنوین و حرکته. حرکت 4 تا سکون داریم تو حرکت، اما تو تنوین ها چیزی به نام تنوین سکون نداریم. اون اولی، یعنی تنوین ان، تو عربی میگن تنوین نصب بهش. اون انو میگن تنوین جر، اون اونو میگن تنوین رفع. اینا اسمای اصطلاحی این سه تا تنوین. تنوین مخصوص اسمه، اما حرکت ها هم بر سر اسم میاد، هم بر سر فعل میاد، هم بر سر حروف میاد. این یک نکته از عربی پایه هفتم در 1 دقیقه. این پست لایکش کن، ذخیره‌اش کن برای دوستاتم بفرست. خدا نگهدار.